قشنگه با آدمی وارد رابطه بشی که شبیه به حرفاش باشه. با گذر زمان همچنان تو رو مثل روز اول رابطه دوست داشته باشه. مودی نباشه، درو نباشه. متعهد باشه و کاری که ناراحتت میکنه رو انجام نده. خیلی قشنگه ها. وفاداری و یک رنگ بودن رو میگم. اینکه یه نفر اونقدر دوست داشته باشی که حتی خیال و رویا پردازیایی که در موردش میکنی رو با هیچی عوض نکنی. چیزایی که دوست داری باهاش تجربه کنی رو فقط مختص همون یه نفر بدونی. قشنگه یه نفر باشه توی زندگیت که برای بقیه مغرورترین اما برای تو عاشق‌ترین. کسی که تو مجازی تنها جنس مخالفی که پیامشو سین میکنه و جوابشو میده تویی. قشنگه این که یکی باشه که خنده و شوخی و شیطونیاش فقط برای تو باشه. شرایط اگه سخت شد، اگه بی‌حوصلگیت یا حساس بودنتو دید، تغییر نکنه، بدبین نشه. و از همه قشنگتر بودن با آدم